دوستای عزیز، امید که خوب و جور و صحتمند باشین. خوش آمدن به یک ویدیوی دیگه ما. یکی از مهمترین ویدیوها که این ویدیو طریق ثبت نام بورسیه دولتی کشور اندونزیا و یا بورسیه KNB می باشه که شما میتونن بسیار به راحتی و به شکل آسان برای خودتان ثبت نام کنن. دوستای عزیز، من امروز در ویدیو براتون مکمل تشریح میکنم که شما چی رقم پروسه ثبت نام انشالله پیش برن بدون کدام دردسر و مشکل. دوستای عزیز، فقط صفحه گوگل تان شما باز میکنن. صفحه گوگل که باز کردن از طریق کروم یا از طریق هر براوزر که باز میکنن مشکل نداره. من از طریق کروم پیش میرم چون کروم بهترین برنامه است. و دوستای عزیز، فقط شما در اینجا نوشته میکنن که در سرچتان KNB اسکالرشیپ وقتی که شما یک مقدار نوشته کنن چون این بسیار سرچ شده اتومات براتون میاره وبسایت. فقط سر می کلیک میکنن وبسایت اول میبینن که ذکر شده KNB اسکالرشیپ. این وبسایت رسمی صفحه KNB اسکالرشیپ می باشه. فقط شما در اینجا کلیک میکنن. بعد از شما میبینید که مکمل جدول زمانی در این صفحه ذکر است. شما هر معلومات رسمی کار داشتن از شما خواهش میکنم فقط در صفحه خود KNB مراجعه کنن چون در اینجا مکمل معلومات ذکر از دوستای عزیز. مثلا که میبینید قسمت سلکشن اسکیجول که می تقسیم اوقات به حساب به شما گفته که از کدام تاریخ اپلیکیشن سابمیشن شروع میشه، در کدام تاریخ وریفیکیشن داتا توسط سفارت اندونزیا صورت میگیره و میشه کل معلومات را در شما ذکر است. شما حاجت از این نیست که دیگه منابع از به حساب پشتش بگردن. بهترین منبع خود صفحات رسمی هر اسکالرشیپی که شما ثبت نام میکنن میباشن. و قسمی که میبینن تاریخ اپلیکیشن تاریخ 2 فوریه شروع میشه و تا تاریخ 31 مارچ ادامه داره که بسیار خوب است. شما میتونن 2 ماه فرصت دارن که شما بتونن ثبت نام کنن دوستای عزیز. و وقت بسیار زیاد است چون سال قبل این فقط 2 هفته بود. دوستای عزیز، اولین کار که شما میکنن مثل که دوستای عزیزی که تجربه قبلی دارن، اولین کار که صورت میگیره در یک وبسایتی که شما بخواین بورسیه را ثبت نام کنن یا به حساب بخواین در یک پانتون ثبت نام کنن، شما باید یک اکانت برای خود جور کنن. و دوستای عزیز، ما شروع میکنیم از ساختن اکانت که فقط وقتی ساختن اکانت شما باید برین در قسمت ساین ان. این قسمت ما شما میریم چون این به کسایی است که قبلا اکانت داره مستقیم ایمیل خود و پسورد خود میزنه داخل اکانت خود میشه. ولی ما چون میخوایم اکانت نو جور کنیم میخوایم شما رو یاد بدم چون ما خودم قبلا اکانت دارم میخوایم یک اکانت نو به شما جور کنم یاد بدم که چه رقم اکانت جور میشه. شما در قسمت ساین اپ کلیک میکنید. در این قسمت دوستای عزیز شما باید ایمیل خود وارد کنن. ایمیل خود وارد کنن. ما یک ایمیل خود وارد میکنم این قسمت دوستای عزیز. این شما ببینن ساین اپ میگم. خب بعد از او یک وریفیکیشن ما باید این ایمیل خود وریفیکیشن یا وریفای کنم وزر می باشیم. خب چون قبلا ما یک بار در این ایمیل خود اینا در ما وریفیکیشن ایمیل روی کردم دیگه ما مستقیم میرم در قسمت ایمیل خود دوستای شما به این شکل میرین در ایمیل خود. اگر ریسنت بگین براتون دوباره رو میکنم مشکل نداره. شما فقط در قسمت ایمیل لایتان میرین میبینین چک میکنن میبینین از طریق از ادمین KNB ایمیل آمده که به خاطر اکانت اکتیویشن دیگه شما فقط میرین این قسمت میگن که verify and continue. دوستای عزیز، در این قسمت چیزایی که از شما میخوایم اولین بخش که هست بخش نام شماست. شما نام مکمل تان شما دیگه ذکر کنن چون من قبلا این پروسه را اپلای کردیم از خاطر مستقیم دارم میگم شما باید نوشته مثلا نام مکمل ما حسیب الله. ما شما اکثرا در افغانستان میدل نیم نداریم و میریم للاس نیم که تخلص ما شماست. تخلص ما مرادی. بعد از او شما یک پسورد تعیین میکنن به یک اکانتون. شما باید یک پسورد بسازن دوستای عزیز که توسط او پسورد بتونن ایمیلتان اکانتش خود لوگین کنن دوستای عزیز. خب ما یک پسورد ایجا میتون که پاسورد دلخواه خود بدن در ایجا
پسورد مربوط خودتان میشه دوستای عزیز. هر پسوردی که شما لازم میبینین فقط اموره دیجا آنن دوستای عزیز. خب اکانت ما شما دوستای عزیز جور شد، فقط فعلا میریم ساین انش میکنیم. خب این ایمیل آدرسم است و پسورد میشه میخواد، پسورد اومده این قسمت ذکر میکنم. خب ساین ان میگیم. خب دوستای عزیز بعد از اینکه داخل اکانت بورسی KNB خود شدیم، شما با این شکل یک صفحه را میبینید در مقابلتان. در این صفحه دوستای عزیز یک تایملاین شما میبینین که شما بعد از اینکه هر پروسه‌ای که به خیر شما پیش میرین 5 مرحله کلی دوستای عزیز. هر مرحله که پیش میرین شما را در اون قسمت به حساب یک صوت صحیح میاد و قسمت آخرش که اناونسمنت است. ان شاء الله این روز براتون صوت صحیح میشه که شما به خیر این بورسیه را موفق شوین که بورسیه را بیرین دوستای عزیز. و ان شاء الله ما این روز خوشه، این روز خوشی را، این روز بزرگه به همه شما آرزو میکنم که شما ان شاء الله بخیر در این پروسه امسال بخیر از دوستای عزیز ما کسایی باشه که در این بورسیه موفق میشه و کامیاب میشه ان شاء الله. و فقط شما دوستای عزیز این قسمت دیگه ما شما کار نداریم، میایم در قسمت اپلیکیشن فقط دیجا کلیک میکنیم. خب ما اینجا میگیم کرییت اپلیکیشن که ما اپلیکیشن ها بخواد ما تهیه بکنیم. دوستای عزیز چون ما فرست نیم و لاست نیم خود نام و تخلص در قسمت اول ذکر کردیم، در قسمت اکانت کریشن دیگه از خاطر در اینجا ما شما نیاز نداریم دوستای عزیز دوباره ذکر کنیم، فقط پیش میریم. بعد از او میاییم سر که به حساب اسلام کشور ما شما هستیم که ما شما اینجا افغانستان انتخاب میکنیم و قسمت دوم سیتیزنشیپ ما شما که ما شما چون در افغانستان هستیم افغان هستیم افغان انتخاب میکنیم. قسمت بعدی دوستای عزیز آفیشیال پاسپورت نمبر که شما نمبر پاسپورت خود شما ذکر میکنن که پاسپورت نمبرهای ما شما اکثرا با حرف پیش رو میشن و طور مثال ما یک پاسپورت نمبر ذکر میکنم مثلا P0 12 34 56 به طور مثال دوستای عزیز. بعد از در قسمت آفیشیال پاسپورت داکیومنت شما این قسمت پاسپورت خود آپلود میکنن، اسکن بعد از اسکن گرفتین در قسمت آپلود میکنن. دوستای عزیز من یک پیشنهاد به شما دارم، اول یک فولدر جور کنین، داخل این فولدر اسنادایی که مثلا شما میفهمن قبل تر از ما چون کل ویدیو براتون تشریح کردیم ذکر کردیم کدام اسناد کار است و اسناد را مکمل دو فولدر میارن و هر کدامش نامگذاری میکنن. مثلا این پاسپورت ما است، این دیپلم است، این ترانسکریپت ما است، این نمره تافل ما است، این ریکامندیشن ما است، کلش نامگذاری میکنن و قسمت نکنه آپلود داکیومنت آمد تا کدام. خب دوستای عزیز بعد از اینکه شما پاسپورت را آپلود کردن میرین در قسمت بعدی که پاسپورت اکسپایر دیت است که همون قسمت است ای که شما دیشه تاریخ اکسپایریشن یا تاریخ ازی که تاریخ انقضای پاسپورتش خود شما ذکر میکنن. بعد از او دیت آف برث است، تاریخ تولد. خب من تاریخ انقضا یک تاریخ میگیرم دوستای عزیز، مثلا سال 2028 ماه فروری تاریخ مثلا 10 میگیریم. بعد از او دیت آف برث است که تاریخ تولد شما میباشه که تاریخ تولد شما اینجا ذکر میکنن. تاریخ تولد مثلا تاریخ تولد ما دوستای عزیز سال 2001 ماه اپریل و روز 17 مطابق سال. و دوستای عزیز پلیس آف برث در این قسمت شما دوستای عزیز در پاسپورت ما شما نوشته است این قسمت امو ولایت شما ذکر میشه که شما پلیس آف برث مثلا نام ولایت اکثرا نوشته میباشه در پاسپورت های ما شما. مثلا از من چون خودم از ولایت کاندوز هستم اینجا کاندوز نوشته میکنم دوستای عزیز. شما فقط از هر جایی که ذکر است همونجا ذکر کنید دوستای عزیز، چون باید اصلا این مطابق پاسپورت باشه چون بسیار مهم است دوستای عزیز. هر چیزی که در پاسپورتتان هست همونش ذکر کنید. بعد از دوستای عزیز قسمت جندر است که میل اند فیمیل ما شما میل هستیم و برخوار عزیز فیمیل و همچنان بعد از او حالت مدنی شما با حساب شما ازدواج کردن نکردن که و یا نامزاد هستن سه گزینه داره دیگه، چون نامزد هستم سیکل انتخاب میکنم. و بعد از او دوستای عزیز میریم در قسمت فارمال فوتو پروفایل که در قسمت شما باید یک عکس رسمی تانه که به شکل فارمال گرفته شده آپلود باید کنید دوستای عزیز، چون اصلا ما شما عکسایی که با کورتی پدن گرفتیم اون رو آپلود میکنیم. خب من اینجا یک عکس دارم، این عکس من آپلود میکنم اینجا به این شکل دوستای عزیز بسیار آسان. و بعد از او هوم آدرس است که شما آدرس خانه را ذکر میکنن
یک آدرس ذکر میکنم 99 مثلا سرک میدان هوایی و به این شکل دوستای عزیز اگر آدرس فعلی شما از آدرس خانه شما فرق داره، مثلا شما در کابل زندگی میکنن فعلا مثلا در مزار شریف درس میخونن، در یک ولایت دیگه کار میکنن، آدرساتون متفاوت است، میتونن آدرس متفاوت ذکر کنن، ولی اگر آدرستان یکی است میدونن که همین آدرس در این قسمت هم به حساب شما نوشته کنن، هیچ مشکلی نیست. بعد از او فون نمبر است که کد کشور ما شما مثبت 93 است. بعد از او یک شماره را شما به حساب یک شماره رندوم میزنم، شماره خودم نیست، صفر ذکر نمیکنن، 789 456 123 مثلا. و اگر شماره دیگه دارن میتونن ذکر کنن، این آپشنال است، حتمی نیست. بعد از دوستای عزیز اگر صفحه اینستاگرام دارن، توییتر دارن، فیسبوک دارن و یا کدام سوشال میدیای دیگه دارن، میتونن شما لینک صفحات خود دیگه شما ذکر کنن، آپشنال است. خوب است اگر دارن ذکر کنن، اگر ندارن هم کدام به حساب حتمی نیست که ذکر کنن، تاثیر بسیار زیاد نداره در کار شما. بعد از اون میریم دوستای سر گزینه نکست کلیک میکنیم. باشه که اینجا یک مشکل که ما شما پاسپورت خود اینجا آپلود نکردیم دوستای عزیز. خب در این قسمت میریم، ما یک فایل پاسپورت گفت آپلود میکنم، پاسپورت نیست دوستای عزیز، فقط یک فایل اتچ میکنم که پیش بریم ما شما. بعد از گزینه نکست میزنیم دوستای عزیز. بعد از او در صفحه بعدی میایم که در این قسمت دوستای عزیز از قسمت اول که ما شما پرسونال انفورمیشن بود که معلومات درباره خودمون بود، از اون ما خلاص شدیم. فعلا ما در اکادمیک انفورمیشن هستیم که در این قسمت شما مکمل معلومات درباره اسناد تحصیلی خود شما دوستای ذکر میکنه. خب در قسمت اول CGPA که CGPA دوستای عزیز ما هم فیصد نمرات میگیم که در افغانستان زیادتر به حساب 100 حساب میشه، کسایی که از مکتب فارغ میشه از 100 به اونها حساب میشه اسکیلشان. و دوستای عزیز ما که در بخش ماستری و دکترا اپلای میکنن، باز ما در پنتون دو رقم فیصد داریم، یک فیصدی ما به حساب 100 هم ذکر است و دیگه به حساب جی پی ما شما ذکر است که از 4 حساب میشه. هر کدوم شما دوستای عزیز راحت بودن، دوستای ما که در بخش لیسانس اپلای میکنن باید حتما اسکیل 100 انتخاب کنه، ولی دوستای ما که به بخش ماستری و دکترا ثبت میکنن اونا حق داره که به حساب از روی 100 حساب کنن، فیصدی خود ذکر میکنن و یا از روی اسکیل CGPA 4 حساب میکنن، هیچ مشکل نیست. ای دست خودتون است، مثلا اسکیل 100 میگیرم انتخاب میکنم. خب شما از 100 نمره چند نمره گرفتن؟ مثلا مینیمم نمره که شما باید در بورس کینبی داشته باشن، دوستان شما میفهمین که CGPA باید حداقل 3 از 4 باشه. با این معنی که 175% باید حتما شما داشته باشین. مثلا فیصدی نمرات ما هست مثلا 91%، درست؟ من 91 انتخاب میکنم، هر چند دیگه شما فقط انتخاب میکنن. بعد از دوستای عزیز در این قسمت گفته که English speaking country، این به این معنی که در این قسمت ما شما انگلیش پروفیشنسی خود به حساب ما اینجا نوشته ذکر میکنیم و زبان انگلیسی خود اسناد خود. اگر شما از کدام کشور میایین که شما دوجه زبان رسمی شما انگلیسی است، شما ایت که به حساب فشار میزنن خلاص. و قسمت که به معلومات زبان انگلیسی کار داره کلا ناپدید میشه. به این خاطر شما زبان رسمی تان انگلیسی، شما انگلیسی میفهمید، ولی چون ما شما در افغانستان هستیم زبان رسمی ما شما انگلیسی نیست و ما شما به یک سند نیاز داریم که تافل است و یا آیلتس می باشه، ما او را باید اجازه کنیم دوستان عزیز. ما این در قسمت انگلیش پروفیشنسی تایپ در این قسمت میبینن که اسنادی که بورس کینبی قبول دارد آی بی تی تافل می باشه، آیلتس می باشه و تی او ای آی سی می باشه. و که ما شما مثلا من تافل دارم، تافل انتخاب میکنم دوستان عزیز. بعد از اون قسمت انگلیش پروفیشنسی اسکور مثلا چند نمره گرفتن؟ اکثرا داخلین آپدیت که بود تافل مثلا خودم که میدادم من 120 نمره امتحان گرفتمش که 120 مثلا هر نمره که میگرفتن ما به شما قبلا معلومات دادیم که چند نمره تافل کار است. کسایی که برای لیسانس ثبت نام میکنن اونو باید از 53 نمره زیاد داشته باشن، کسایی که برای ماستری از 61 نمره باید زیاد داشته باشن و کسایی که برای دکترا ثبت نام میکنن اونو باید از 71 نمره تافل زیاد داشته باشن. مثلا نمره تافل ما 86 هست به طور مثال دوستای عزیز. خب بعد از او میایم گزینه پایین که last high school college. اوکی، آخرین مکتبی که شما به حساب خواندن نامش چی است؟ دوستای عزیز کسایی که برای مقطع لیسانس ثبت نام میکنه اونا در این قسمت باید نام مکتب خود ذکر کنه و کسایی دوستای ما که به بخش ماستری اپلای میکنه در این قسمت باید نام پنتون خود نوشته کنه و دوستای ما که به حساب بخش دکترا اپلای میکنه با در این قسمت نام
به حساب امو دو پانتونه که به حساب اونا مواصلی خود خلاص کردن باید به حساب نام دانشگاه یا پانتون ذکر کنن دوستان عزیز. یعنی آخرین بخش که شما خواندن رو باید ذکر کنید. مثلا ما پانتون بلخ فارغ شدیم، ما به حساب نام پانتون بلخ ذکر میکنم، بلخ یونیورسیتی. اوکی. رشته که شما خواندن در این قسمت اگر ما شما به حساب کسای دوستان برای لیسانس ثبت نام میکنن خب به حساب جنرال میزنن چون عمومی میخوانن، ولی کسایی که به حساب ماستری و دکترا اپلای میکنن اونا باید ذکر کنن که به حساب چی خواندن. مثلا ما سیویل انجینیرینگ خواندیم، اوکی، به این شکل سیویل انجینیرینگ هر رشته که خواندن میتونن ذکر کنن دیگه، کدام گپ خاص نداره که سیویل خواندن به حساب کیمیا خواندن، فیزیک خواندن، ریاضی خواندن، هر چیزی که هست. و دوستان عزیز یگانه چیزی که یگانه بخش که امسال در بورسیه کینبی جدید شده و یا جدید اضافه شده دوستان عزیز این بخش یوتیوب می باشه که دوستان عزیز در این قسمت شما میبینید که اسکریپت اون شما گفته که مثلا شما چی باید کنید، دانلود ویدیو اسکریپت اوتلاین. شما باید یک ویدیو دوستان عزیز جور کنید برای بورسیه کینبی که من ان شاء الله یک ویدیو جداگانه به این بخش جور میکنم چون کلا یک بخش جداست که باید یک ویدیو جور شه به این بورسیه و لینک و ویدیو باید کپی شود و در اینجا پیست شود دوستان عزیز که شما بتونن پیش برن و شما باید یک اکانت یوتیوب به خود جور کنین، بعد از یک ویدیو از خود ریکارد کنین، بعد از او درباره بورسیه کینبی باید صحبت شود، او را باید یوتیوب بتون آپلود کنن، بعد از لینک از رو کپی کنن و دایش بانن دوستان عزیز که امسال اضافه شده و جدید می باشه. بعد از دوستان عزیز میبینن که ما بخش شما بعد از اینکه سی وی تون از ذکر کردن اگر شما کار میکنین قسمت به حساب I currently have a job انتخاب میکنن دوستان عزیز و اگر وظیفه‌ای که دارن مدیر شما وظیفه دارن نقشه میکنن شما چی کار هستین چی کار میکنن نقشه میکنن. و دوستان عزیز اگر شما وظیفه ندارن فعلا مثلا فعلا انتخاب نمیکنن باید این قسمت شما یک استیتمنت لیتر نوشته کنن که شما چرا فعلا وظیفه اجرا نمیکنن دوستان عزیز. به این شکل ساده کدام گپ بسیار مغلق نیست دوستان عزیز. باید شما ذکر کنن به حساب چرا فعلا شما وظیفه مثلا ندارن. اگر مثلا شما مسئول هستن سال آخرتان هست یا مثلا تازه کاران میگه به حساب ما تازه کارا شدیم حساب درستم یا فعلا دارم یا ندارم کل گپ شما ذکر میکنن. و بعد از دوستان عزیز بخش اسناد تافل و یا آیلتس که باید قسمت آپلود کنن، اسناد انگلیسی دارم فقط سرش کلیک میکنن اما قسمتی که امو فایل هست انتخاب میکنن و آپلود میکنن. و دوستان عزیز این قسمت که بیپا و یا UKBI سرتیفیکت کسی برای کسایی است که اونا زبان بهاسا یا زبان انگلیسی را اونا میفهمن و به این اشخاص است و شما نیست دوستان عزیز. دوستای ما که تازه بار اولشان از که ثبت نام میکنه با اونا این بخش نیاز نیست چون شما این سرتیفیکت ندارن، این آپشنال آمد دوستان عزیز. یک کسی که مثلا زبان انگلیسی را بفهمه یک پوینت مثبت برش هست ولی کدام تاثیر بسیار زیاده در سلکشن نداره. اگر شما انگلیسی بفهمید هیچ مشکل نیست شما میتونن چون اینجا شما یک سال زبان میخوانن دوستای عزیز. قسمت اکادمیک ترانسکریپت هست که به زبان بهاسا باشه و زبان انگلیسی را قبول میکنه که ما شما شکر خدا در افغانستان از ما شما اصلا زبان انگلیسی است و ترجمه ما شما نیاز نداریم دیگه، فقط شما میتونن در قسمت ترانسکریپت خود شما آپلود کنن. برای دوستان که با لیسانس ثبت نام میکنه اونها اینجا میتونن که در اینجا ما شما شادنامه ما شما روی داره در این قسمت روی نمراتش آپلود کنن دوستان عزیز. و بعد از دوستان عزیز اکادمیک سرتیفیکت می باشه که شما در این قسمت دیپلم خودش شما باید آپلود کنن. کسی که برای لیسانس ثبت نام میکنه باید اونا روی شهادتنامه خود به حساب شهادتنامه خود در این قسمت آپلود کنن. و دوستان ما که برای مصاحبه دکترا ثبت نام میکنن اونا میتونن که دیپلم خود دوستان عزیز آپلود کنن. و بعد از دوستان عزیز اکادمیک ریکامندیشن می باشه که من شما رو گفتم که یک ریکامندیشن کار است که شما باید از استاد خود بگیرن دوستان عزیز. چی شما برای لیسانس ماستری و دکترا ثبت نام میکنن شما باید یک ریکامندیشن از استاد مکتب و یا استاد پانتونتون بگیرن دوستان عزیز. و بخش دیگهش دوستان عزیز ایندونیشن MBC ریکامندیشن می باشه دوستان عزیز که شما یک ریکامندیشن از طرف سفارت اندونزیا در کابل شما از دوستان عزیز میگیرن که این قسمت شما پیش از اینکه فرم خانه پولی کنن شما باید برای از او ریکامندیشن درخواست بدن. من طریق درخواستش در ویدیو جداگانه براتون میمونم که چی رقم اینترویو گرفته میشه، شما چی رقم باید ثبت نام کنین، چی کار است
شما او ریکومندیشن میگیرن و بعد از او ایجا آپلود میکنن دوستای عزیز. من فعلا بخاطر از اینکه کار ما شما پیش بره من ایجا یک اسناد به شکل فقط آپلود میکنم که فقط همین فایل پیش بره دوستای عزیز که ما شما بتونیم صفحه ادامه بدیم. شما میتونید باز اسناد خودتون دوستای عزیز آپلود کنن. من فعلا فقط یک اسناد ایجا آپلود میکنم که ما شما کار ما پیش بره. خب سر گزینه نکست دوستای عزیز کلیک میکنیم. خب به نظر من کدام جای ما شما خانه پولی فعلا نکردیم. خب بله این قسمت از پیش شما ماند. اینجا من یک اسناد آپلود میکنم که بله فعلا تمام شد. خب گزینه خب دوستای عزیز در بخش انتخاب پانتون که مهمترین بخش در این بحث می باشه شما فکرتان باشه که اگر شما اسناد شما تکمیل باشه و شما شارت لیست نشن این به این معناست که شما یگانه اشتباهی که شما انجام دادن این است که شما پانتون درست انتخاب نکردن. شما باید متوجه بسیار زیاد باشن. ما یک ویدیوی مکمل راجع به انتخاب پانتون ساختیم. شما میتونید که ویدیو رو ببینید که شما چی رقم پانتون انتخاب کنن و به چه شکل انتخاب کنن. فکرتان باشه که سر پانتون بسیار فوکس میکنم دوستای عزیز. چون گفتم که 90% پروسه انتخاب در بخش اول این است که شما باید پانتون درست در نظر رشته‌تان انتخاب کنید دوستای عزیز. ما به طور مثال بخش ماستری رو میخوایم بخوانم بخش ماستر انتخاب میکنم. و دوستای ما که بخش لیسانس میخوانم بخش بیچاره انتخاب کنم. و دوستای ما که بخش دکترا میخوانم باید بخش دکترا انتخاب کنم. خب شما در قسمت می‌بینید که کالج رفرنس که هست در این قسمت بیشتر از 40 پانتون امسال تان است که جواز زیر به دست بیاره که شاگردای کینوی را جذب کنه و در او پانتون‌ها شاگردای کینوی درس بخوانن. و دوستان عزیز شما سر هر پانتونی کلیک کنین شما میتونین معلومات مکمل او پانتونه ایمیلش به حساب دیپارتمنت هایی که دارن همه معلومات درباره او پانتون شما به دست آورده میتونن دوستان عزیز. به طور مثال ما بخش ماستری را میخوایم بخوانم و ما انستیتوت تکنولوژی سپور نوپامبر انتخاب میکنم چون یکی از پانتونایی است که در رشته انجینری بسیار پیش است و ما رشته که میخوایم بخوانم سیویل انجینیرینگ است مثلا. دوستای عزیز شما میتونن دو پانتون انتخاب کنن و دو رشته را دوستای عزیز. خب برای پانتون دو بخواد مثلا من دانشگاه براویجایا را انتخاب میکنم و رشته را که میخوایم بخوانم در اینجا مثلا من سیویل انجینیرینگ انتخاب میکنم دوستای عزیز. بعد از اینکه انتخاب شد شما فقط میرین سر گزینه سیو که سیو شد. خب دوستان در این بخش که بخش چهارم است بخش استیتمنت هاست شما دو بخش دارید دوستان عزیز. اولی که اینجا بعض قوانین هست شما باید اینجا بخوانن و داخل شما این امضا میکنن دوستان عزیز. امضا الکترونیک میکنن یعنی قوانین شما باید قبول داشته باشن. و دوم دوستان عزیز بخش مدیکال کاندیشن است که این همو شکاف عمومی است که شما را نشان میده به حساب کدام مشکل اگر شما دارن اینجا بحث حالا شما میکنن اگر مشکل شما دارن به حساب باید شما جواب میدن دوستان عزیز. بخاطر از اینکه تایم ویدیو بسیار زیاد نشه شما را میتونن که پیشنهاد بخوانن دوستان عزیز و نظر به اون حالت خود یا شما میتونید که فقط yes or no جواب بدن دوستان عزیز. بسیار ساده است کدام گپ بسیار بزرگ نیست دوستان عزیز. همچنین فقط یک موضوع میخوایم براتون بگویم چون ما اینجا قبل در فقط آپلود کردیم یک فرم سی کار است دوستان عزیز. فرم سی از طرف یک دکتر که به حساب لایسنس داشته باشه طاقت داشته باشه مون داشته باشه و یا از یک شفاخانه محلی زیادتر به نظر طریق آسانش و طریقی که شما بسیار پیسه کم مصرف میکنن شما میتونید یک فرم سی عمومی را از پول کلینیک کابل تهیه کنن که تقریبا در یک روز میتونن که یک چکاپ عمومی انجام بدن و در پیسه بسیار ناچیز شما میتونن این چکاپ ها را اوج اکثرش رایگان است فقط به حساب پیسه فرم پیسه بعضی کار میبینه که پیسه میشه و کنونگاه پی جی دی نیست میتونن بسیار باسانی به دست بیارن دوستان عزیز. بعد از او گزینه نکست میزنیم دوستان عزیز. بعد از او یک قسمت به نام ریویو داره که این قسمت ریویو می دوستان عزیز. شما بعد از او باید مکمل همین اپلیکیشن خود شما یک ریویو کنن یک مرور کنن ببینن که کدام جای خونه که اشتباهی صورت نگرفته باشه بسیار دقیق باشن دوستان عزیز. پیش از اینکه فرم ثبت میکنن شما باید نظامی ها رو خانه‌پوری فرم شروع کنن کم کم خانه‌پوری کنن مطابق اسنادتان پیش برن. که خطایی نیست شما دو ماه وقت دارن و از این 2 ماه نهایت استفاده کنن فرم بهترین شکل شما دوستان عزیز خانه‌پوری کنن. بعد از اون در بخش آخر فقط شما اینجا یک
سیگنیچر شما اینجا الکترونیک درا میکنن، مثلا مثلا امضا میکنن. هر امضایی که دارم دوست عزیز دیگه، مثلا دیگه امضای مثلا یک امضا جور کردیم، یک امضا میکنن، فقط confirm and submission میگن و فرم شما دوست عزیز ثبت میشه. دیگه موفق باشین دوست عزیز، جور باشین، آرام باشین. اگر چیز مشکل هست انشالله حتما مرا در جریان بانن، در کومنت بانن دوست عزیز. دیگه نهایت کوشش کنیم که فرم باشه که درست خانه کنن. دیگه مهمترین بخش تکمیل اسنادتون است، اسنادا رو تکمیل کنن، بعد رو بشه در این شکل انتخاب کنن. دیگه انشالله دوست عزیز با ویدیو دیگه من خدمتتون میباشم. هر وقت که مشکل داشتن کامنت کنن، من میتونم در اون بخش براتون یک ویدیو جداگانه جور کنم و من تا آخر این پروسه انشالله بایدان هستم و پیش میریم. توکل به خدا. دیگه جور باشن، آرام باشن تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ و نگهدار.